کام دانشگاه هاروارد بود، اومد از پدر مادر پرسید، گفت که کیا سر بچه‌شون داد میزنن کیا نمیزنن. بعد اونایی که بچه‌ها خیلی سرشون داد زده میشد اومدن مغزشون رو اسکن کردن تو طول زندگیشون، مثلا 2 سالگی، 4 سالگی، 6 سالگی، 10 سالگی. مثلا خیلی نتیجه عجیب بود. بچه‌هایی که پدر مادرشون سبک تربیتیشون فریاد بود، این بچه‌ها قسمت پایین مغزشون یه قسمت هست بادام است. این بادام ما میگیم سگ نگهبان مغز، یعنی همش مسئول واکنشگری ماست، یعنی منتظره که یه خطری اتفاق بیفته واکنش نشون بده. این قسمت تو بچه‌ها خیلی بزرگتره نسبت به بچه‌هایی که خیلی سرشون داد زده نمیشه. وقتی این قسمت خیلی فعاله، یعنی این بچه همش منتظره که پرخاش کنه، همش تو حالت اضطرابه. بچه هم که اضطراب داره، ببینید ما هر رفتاری از این بچه انتظار داریم. این بچه بیشتر تو مدرسه دوستاشو میزنه، خواهر برادرشو میزنه. پدر مادر میگن که نمیدونیم ما چرا این بچه پرخاشگر شده. خب به خاطر اینکه انقدر فریاد زدی، مغز رفته رو حالت اضطراب و بچه کوچکترین برخورد خواهر و برادرش و دوستشو به عنوان خطر تشخیص میده، حمله میکنه، پرخاش میکنه. یه سری بچه‌ها میریزن تو خودشون. اونایی که میریزن تو خودشون به حالت مثلا شب ادراری نشون میده، به حالت ناخن جویدن نشون میده، دندون قروچه نشون میده. این بچه نشون میده یه اضطرابی تو وجود اینا هست، نتونستن بروز بدن و این اضطراب باعث میشه که خوابشون معمولا خیلی سبکه. چند بار طول شب از خواب بیدار میشن از نشانه‌های بچه‌هایی که خیلی اضطراب دارن.